احساس میکنم زندگی کنونی ما هم مثل همین چارت‌ها دچار تلاطم شده. تلاطم‌های روزانه، ماهانه، سالانه که مدام تجربهش میکنیم. دیگه مثل اون قدیما همه چی ساده و ملموس نیست. مدل تجارت‌ها عوض شده. ساده تر، با زحمت کمتر، در عین حال پیچیده و غیر قابل کنترل. دیگه این ما نیستیم که مسلط به زندگیمونیم. این خطوطن که زندگیمونو میسازند. با اوج گرفتنشون فقیری فقیر و فقیرتر میشه و یا ثروتمندی پولدار و پولدارتر. حد وسط هم دیگه وجود نداره. یا باید وارد این بازی بشی، یاد بگیری با تلاطمش خودت رو نجات بدی، و یا اینکه تو این خطوط محو بشی و از بین بری بدون اینکه کسی از تو یادی کنه. حالا بگید شما چه کاری برای